بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبت یدا ابی لهب و تب. دستهای ابولهب یعنی پدر شعله های آتش خشک شود و خود او هم هلاک شد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مال او و دسترنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد. سیصلی نارا ذات لهب. به زودی به آتش شعله‌وری داخل می شود. و امرأته حمالة الحطب. و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را به دوش می کشید. فی جیدها حبل من مسد. در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خرما حلقه زده است.